سال جدید داره میاد، پارتیو چیکار کنیم؟ همیشه چیکار میکنیم؟ همون کار میکنیم. امسال یه کار جدید بکنیم. چیکار کنیم؟ از کنکاپی گوری رقص بیاریم؟ مسخره نکن. مثلا پرسنل بچه هاشون هم بیارم مهمونی. سرشون میاره. اینجوری گناه ما هم باید پیش بگیرم. من نیازی به اثبات بیگناهی ندارم. تو به اون فکر کن. از این بنورم که همه چی رو پرسیدم جز اسم بچه. یعنی چیه؟ کان؟ چی کار کنیم الان؟ نمیدونم. من که دلم نمیخواد چیکاری بکنم. بریم سینما. خب اون موقع بچه بودیم. بازم بچه‌شیم. چی میشه؟ خوب بازی کردید دیگه. هیچی، درس میخونیم دیگه. آفرین. داییت هم درس خون؟ داییم که خونه نیست. جدا؟ تو چرا زحمت کشیدی دخترم؟ عایشه کجاست؟ اب نداره. جیگرم حال اومد دخترم. نوشه جان بابا. پس داییت خونه نیست نه؟ رفت پیش یکی از دوستاش درس کار کنه. یه مسئله خیلی سخت بود، سر کلاس نفهمیده بود. دوستش هم گفت بیا من بهت یاد میدم. به منم نشون داد فاسون. واقعا سخت بود، هیچی ازش نفهمیدم. آخه تو چی میفهمی؟ راستی زود اومدید بابا جون. ساعت هنوز 5 نشده. تو کارخونه ژنراتور خراب شده بود، ما هم سردموش. بودو عزیزم، مادر بزرگت اومد. مامان بزرگ. مامانم کجا رفته بود؟ والا نمیدونم، پرسیدم ولی نگفت. بریم ببینم. آقا برهان خوش اومدی. با هم خوش اومدی نادیده خانم. ممنونم. انشالله که با تاکسی اومدی. با کشتی که خسته نشدی. نه کجا بودی مامان؟ نوه اون در چه حال بود؟ خوبه، خیلی خوبه، حالش خیلی بهتر شده. انقدر از کادو خوشش اومد که نپرس، بال در آورد. متشکرم. میهمانان گرامی لطفاً توجه فرمایید. تا دقایقی دیگر در سالن 8 فیلم روی پرده خواهد رفت. لطفاً در سالن حضور پیدا کنید. ما هنوز تو سینماهای قدیم موندیم. بیشتر آره، جای اینکه خونه دیویدی ببینیم بیایم اینجا. همش هم 2 قدمه. شهرزاد. بفرمایید. نوش جونتون خانم. ممنونم. سلام. سلام آقای کرم. نگو که پسرته. کان. سلام، من کرمم. سلام شهرزاد. سلام آقا اونو. بگو سلام دیگه پسرم. سلام. من تو رو میشناسم کان. مامانت خیلی ازت تعریف میکنه. چه خبر؟ خوبی؟ کان جان جواب بده دیگه. خوبم. بگو شما چطوری؟ شما چطوری؟ عالی، خیلی خوب. اومدیم سینما مثل تو. وای تو خیلی با نمکی. بیا ببینم. خیلی دوست داشتم ببینمت. مامانت همیشه میگفت یه پسر عاقل دارم. ببین اینم آقا اونوره. ما همکارای مامانتی.
چطوری کان؟ زود باش، تو هم بهش سلام بده. زود باش. سلام. سلام. شما سینما رو دوست داری؟ خیلی. تو چی؟ منم. آفرین به تو. شهرزاد پسرت خیلی بانمکه. ممنون. مثل اینکه فیلم ما داره شروع میشه. آره دیگه. خب بریم دیگه. بیا ببینم. با اجازه ما بریم تو سالن. حتما. بعدش هم دیگه رو میبینیم دیگه. نمیدونم. با اجازه. خداحافظ. فعلا. کان با دقت ببین باشه. خیلی دلم میخواد این فیلمو بدونم. برام تعریف میکنی دیگه؟ باشه تعریف میکنی. خیلی بچه بانمکی. تا حالا اصلا ندیده بودم اینقدر با عشق یه بچه نگاه کنی. از کجا میخواستی بدونی خب؟ مگه اطرافمون بچه هست؟ آره راست میگی. نگو دوستمون رو نمیشناختی. بریم تو دیگه. باز تو چت شده؟ هیچی چیزی نیستش. تعجب کردم فقط. ای بابا چیه کنم؟ دقت کردی؟ هر وقت شهرزاد میاد پیشمون تو عصبی میشه. چرت نگو، چه ربطی داره؟ بریم دیگه. اگه فیلم بد بود چیکار کنیم؟ رامونو میکشیم میریم. خیلی خوبه. بریم. حالا دوره درمان نوه ادامه داره؟ آره هر ماه برای کنترل میره. خدا رو شکر. خوبه، به شرطی که غفلت نکنن. برجو به خدا میکشمت. دخترم خب دقت کن دیگه، بزرگ شدی. زود برو بالا، خستم کردی دیگه. ناخواسته بود مامانش. دخترم از قصدی که نریخت عزیزم. بلند شو زود باش. نعمت اینو ببر بالا. پاشو یلا. با عایشه هم بگو بیاد اینجا رو تمیز کنه. بیا خوشگلم، بیا ما با هم بریم بالا. برو پیش خواهرت. پایینم نمیای امشب. برو تو اتاقت، زود باش. فوسون دخترم. عجب بدبختی یه ها. 2 دقیقه تو این خونه آسایش نداری. عروس خانم، چرا حرس تو سر این بچه نیم وجبی خالی میکنی؟ چه حرسی بابا، ندیدین چی کار کرد؟ حرس چیو سر این بچه خالی میکنی؟ ها؟ بابا این چه حرفیه؟ چی شده؟ چون دوغ ریخته؟ من که خوب میدونم حرس چیو داری خالی میکنی. بابا چه حرسی؟ فکر میکنی نفهمیدم چون مامانت رفته خونه احمد جوش آوردی؟ وای آقا برهان، چه ربطی داره؟ شما دخالت نکن. مامانت باید از تو اجازه بگیره؟ من باید به تو درس پس بدم؟ بابا بله؟ حالا چرا پسر احمد اینقدر براتون عزیز شده؟ ای بابا، مگه احمد بچه من نیست؟ شما که اون از زندگیتون خط زده بودید. شما گفتید که پسری به این اسم ندارید. دوباره نوشتم. اعتراضی داری؟ با اجازتون من میرم بالا. بشین. خوب گوشاتونو وا کنی. من 60 سالمه. تا امروز جز خدا به کسی جواب پس ندادم. از حالا به بعدم نمیدم. به نادیده خانومم اجازه نمیدم به شما حساب پس بده. پسر احمد نوه ماست. یعنی تا زمانی که زنده ام اون نوه ماست. هر کی خوشش نمیاد راه باز جاده دراز. %100% pure, natural product with the highest effectivity. The organic body oil from Argan Pure, a natural product that simply does you good. پسر احمد نوه ماست. یعنی تا زمانی که زنده ام اون نوه ماست. هر کی خوشش نمیاد راه باز جاده دراز.
علی کمال، احمد برادرت بود. هر دو از یه پدر مادری. باید از خدا بترسی. بترس. مامان من گشنمه. باشه پسرم، کم مونده، الان میریم خونه میخوریم. چقدر خندیدیم ما. خوب شد که اومدیم. شهرزادم در اومده. کجاست؟ اونا اونجاست. اگه میخوای دوباره ناراحتش کنی نریم پیشش. چه کار کردم؟ من امشب به شهرزاد چیزی گفتم؟ تام گیر دادیه. شهرزاد کجا به این زودی؟ کان از فیلم خوشت اومد؟ خوشم اومد. دوست داری بریم یه چیزی بخوریم؟ مثلا همبرگر. کنارش هم سیب زمینی سرخ کرده. بری بخوریم؟ خیلی ممنون، ولی ما باید برگردیم خونه. چرا؟ چه عجلیه؟ یه چیزی میخوریم برمیگردید. خاله مهربان منتظر. مهربان کیه؟ پرستار کانه. خب دیگه بیشتر از این خانه مهربانو منتظر نذاریم مگه نه؟ خیلی خوب، خودتون میدونید. شب خوش. شب خوش. شب تو هم بخیر. جدن کان خیلی بانمکه. آدم دلش میخواد باباشه. اونو اشتباه نشدیدم. سن میگذره و آدم دلش میخواد پدر بشه. من که شاخ در آوردم. این همه سال دوستی، اولین بار همچین چیزی ازت میشنم. حالا این بس نباید نیمه کاره بمونه. همین الان سری میریم یه جایی میشینیم راجبش حرف میزنیم. چه بد موقع. الو کارین. زود باشین و بخور. یادت دکتر چی گفت؟ نمیخوام علی کمال. ولی دکترت گفت که بابا نمیخوام. من چقدر بدبختم. بسه دیگه فسون. از اول شب داری گریه میکنی. فردا که بابا تو با اون بچه موقعی بازی دیدی با هم گریه میکنیم. خوبه؟ تو چی داری میگی؟ همچین چیزی نمیشه. نمیذارم حق دخترمو یه بچه دماغو بخوره. حواست باشه. حالا میخوای چیکار کنی؟ ها؟ بگو دیگه. نمیدونم، ولی یه فکر میکنم. خوبه دیگه درد سر آقا برهان ما بکشیم، زن مردم بیاد صاحب ارث و میراث بشه. مگه الکیه؟ نادیده خانم، وضع مالی شهرزاد خانم چطوره؟ من نمیدونم آقا برهان. وضعیت خونش درست بود؟ والا خونه تمیز و پاکیه. خب مثل قوطی کبریته، اما فکر کنم دختر تفلک زیاد وضع مالیش خوب نیست. پس پول درمان نورو از کجا آورده؟ اون که یه حقوق بخور نمیر داره. نمیدونم، حتما از کسی قرض گرفته. چرا پرسیدی؟ بی خیال، زن بی کسیه. خواستم بدونم این همه پولو از کجا آورده. بگذاریم. شب شما بخیر. شب شما. نادیده خانم. نوه کان سراغی از من گرفت؟ میپرسه آقا برهان. کم کم به اونجا هم میرسه. خوب بخوابی آقا. شب بخیر. شب شما هم بخیر. پسرم
زود برگشتین. آره دوستای کرم از آلمان اومدن برای دیدن استانبول. اصلا حال سر کله زدن با اونو نداشتم. گرسنه این؟ نه مرسی. باشه. فردوس بفرمایید پسرم. یه لحظه بشین. بشینم؟ باشه. میخوام ازت چیزی بپرسم. بفرمایید. شده به خودت بگی که کاش بچه داشتم؟ والا در واقع بعضی وقتا شده با خودم بگم کاش میشد یه بچه داشتم، اما میدونی خب قسمت نبوده پسرم. چی کار کنم؟ چطور مگه؟ خیر باشه ایشالله پسرم. به نظرت آدم میتونه مادر یا پدر بچه یکی دیگه باشه؟ نمیدونم والا. ولی آدم عشقشو با همه چیزش میپذیره پسرم، با خوبیاش، با بدیاش، با بچهش. فقط به این میگن عشق واقعی. با همه چیزش. نوش جان پسرم. یه روزی که دوباره داشت با دوستاش بازی میکرد یکی صداش کرد. علایالدینم با تعجب بهش نگاه کرد. آدمی بهش گفت من عموی تو هم. علایالدینم تعجب کرد. پسرم میگم داداش من فقط همینقدر پول دارم. اینو یعنی چی همینقدر دارم؟ یعنی ندارم دیگه، فقط اینقدر دارم. چی میگی تو بابا؟ تو یه همچین خونه‌ای داری زندگی میکنی ولی برای تاکسی پول نداری؟ زود باش پولمو بده. بابا اگه داشتم میدادم. خب چرا انقدر گدابازی در میاری آخه؟ بگیر دیگه. باشه حل شد دیگه. کجا؟ بابا چقدر گیر میدی؟ خود شیرینی نکن داداش، پولمو بده. میگم ندارم. چرا نمیفهمی؟ ندارم. فکر کردی ما احمقیم داداش؟ تو نداشته باشی بالاخره یکی از تو این خونه داشته باشه. نکن آبرومونو چرا میبری؟ خیلی خوب باشه نکن. بوق نزن. نوکرتم. من پولمو میخوام. تا 5 دقیقه دیگه پولمو نیاری تا صبح دستمو میذارم رو بوق. باشه فقط صبر کن من میرم از تو خونه پول میارم برات. خب فقط بوق نزن دیگه نوکرتم. باشه من همینجام ولی نیاری همینه. باشه فهمیدم. 5 باشه. دقیقه. عجب پیری افتادیم آخر شبیه. عجب سیریشی ها. آبجی پاشو. زود باش داداش زود باش. آبجی
آبجی آبجی آبجی آبجی. او گانی خان، شبتون بخیر. صبح بخیر عمو جان. اینطوری که تو قاطی کردی معلومه شبو تو میخونه تمام کردی. گانی؟ نه باور کنید زیاد نخوردم عمو جان. آخه این چه وضعیه؟ من برای اینکه تو میخونه ها وقت بگذرونی پول کلاستو میدم، تو خجالت نمیکشی؟ چی شده بابا؟ از این قرتی بپرس. به اسم درس خوندن طلب شده تو خونه من، ولی از نفسش آتیش در میاد. گانی ماشالله عروس خانم، ماشالله. به داداشت هم ماشالله. لابد درسشو نفهمیده بود، رفته بود با دوستش با هم تمرین کنن. یاد گرفته. خوب تو میخونه درسشو یاد گرفته. آفرین بهش. تاکسی منتظر پولشه نه؟ برو پول اونو بده. کسی تو خونه نمون که بیدار نکرده باشه. آخه میدونین عمو، من اصلا نمیدونم. من دوست کیفمو زد، ولی خب مجبور شدم سوار تاکسی بشم. خودم هم که ماشین ندارم. ساکت شو بله گرفته، ساکت شو. این چه سر صداییه؟ چیزی نیست نادیده خانم. گانی خان تو میخونه درس میخونن. صحبت اونو میکردی. آخ پسرم، آخه چرا این کارو با خودت کردی؟ ببین عروس خانم، من پولی ندارم که دور بریزم. حالا که قصد خوندن نداره، فردا چمدونشو بر میداره و بر میگرده کایسری. بریم بالا نادیده خانم، بریم. خدا لعنتت کنه احمق. حالا چی کار کنیم ها؟ این الان چی گفت آبجی؟ چی گفت؟ که ذلیل بشی. برو. من نمیخوام برگردم آبجی، نمیخوام. صبح بخیر. جونم خوردنی شدی ها؟ بخورمت. ماما قلقلکم نده. قلقلکت میدم. پس منم بیاره قلقلک میدم. آی. خیلی قلقلکم اومد. عشقم دیگه بیدار شی. بلند نشی. پاشو زود باش لعنتی. من گفتم اینجا بمونی که برام درد سر بشی. پاشو. اینقدر داد نزن، سرم داره میترکه. بزنم سرتو بشکونم؟ پاشو زود باش. باید از آقا بحران معذرت خواهی کنی. واسه چی عذرخواهی کنم؟ مگه چیکار کردم آخه؟ تازه دلیلم میخوای گانی؟ مثل اینکه حال دیشبت یادت رفته. خوبه دیگه. حالا یارو داره میفرستتت کایسری. میفهمی کایسری؟ میفرسته که بفرسته. ای بابا، حالا مثلا یعنی اینجا داره خیلی بهمون خوش میگذره. آره گانی، مثل احمقا حرف نزن داداش. چه کاری جز علافی داری تو کایسری؟ کار هست، پول هست. میخوای زندگیت اینجوری بگذره؟ خب اینجا موندیم مثلا چی شده؟ احمق، نمیفهمی نه؟ اطمینان آقا برهانه به دست بیار، بعد ببین چی میشه. ای بابا، منم بر علیه اون زن شهرزاد حرف میزنم. واسه چی؟ همین جوری. هنوز نگفته این بچه از کجا آمده، با ارزش شد. مثل آدم میری سر کلاسات. همین که گفتم ها. ببین یه بار دیگه مشکل پیش بیاد خودم میکشمت. گانی زود باش. زود باش دیگه، عجله کن. میخوام بازم بازی کنی. بیا تو. حالتون خوبه بابا؟ گانی میخواست ازتون معذرت خواهی کنه. میخواد عذرخواهی کنه؟ گانی؟ بله. خب بگو بیاد. بیا. صبح بخیر گانی خان.
بفرما بشین ببینم. برو. مستی از سرت پرید؟ حالا دیگه بهتری؟ میخوای بگم برات یه قهوه تلخ درست کنم؟ عمو برهان، من دیشب خیلی کار بدی کردم. پس فهمیدی؟ خواهر خوشگلم شهرزاد. صبح بخیر. صبح بخیر. زود باش پسرم، برو دستشویی. ماما خاله مهربان گریه میکنه. نه گریه نمی کنم. خواهر مهربان چی شده؟ هیچی نشده. هنوز دست و صورتتو نشستی یا؟ برو. شهرزاد، مگه من برای کان چی کار کردم؟ این خیلیه. مهربان جان، مگه من میتونم کار تو رو با پول جبران کنم؟ این چه حرفیه؟ نه نمیشه. میشه. تازه همش که برای تو نیست، یه کمیشم برای بلوته. برای بلوته؟ تو چند وقت پیش چی به من گفته بودی؟ چی گفتم بهت؟ مگه نگفته بودی بلوت سنگ قبر نداره؟ اینو رو یه گوشه جمع کن. تابستون میریم باکو، قبر بلوتو درست میکنی، قشنگترین سنگ قبر رو براش میگیریم. بلوت وهاب زاده، پسر یه دونه مادرش. خواهر قشنگم، یعنی تو نشنیدی راننده تاکسی انقدر بوق زد همه رو بیدار کرد؟ نه عقل نداره تو کلش که. آخه آدمم نصف شبی مست میاد خونه آقا برهان. آقا برهان چی از دستش عصبانی شد؟ آره بابا، گفت فردا چمدونتو وردا برو خونتون. وا آره والا خیلی ناراحت شدی نه؟ اصلا به تو چه؟ خب بذار بره خونهشون بی مصرف، جز خوردن و خوابیدن مگه کاری هم بلده؟ نعمت زشته دخترم، اون بچه تو خونمون مهمونه. دروغ میگم نادیده خانوم، ببخشید ولی خیلی رو مخه. آدم راجب مهمون اینجوری نمیگه. برکت خونه میره. مهمون برکت خونه است. خب دیگه فقط یه بار دیگه ببینم از این کارا کردی؟ قول میدم عمو جان، اگه یه بار دیگه خطایی ازم سر زد هر کاری خواستید بکنید. حتما میشکنم. حالا ببوسم. پسر خوبی باش. خب دیگه برو صبونت خور. زود باش کنی، تو برو پایین. بابا دیشب منم اصلا نتونستم بخوابم، تا صبح بیدار بودم. همش به احمد خدا بیامرز فکر کردم. احمدو خیلی دوست داشتم میدونید. خب شما رو خیلی ناراحت کرد، هممونو. ولی گناه پسرش چیه؟ حرف دلتو بزن عروس خانم. بگو چی میخوای بگی؟ بابا منم معذرت میخوام. من یکم کوتاهی کردم در حق شما. سومیمم خب دختر شد. فکر کردم که چون اون بچه پسره با ارزش شده. چرا دروغ بگم؟ از اولش هم حسودیم شد. من که گفتم دختر و پسر فرق نداره. فکر میکنی دروغ میگم؟ استغفرالله بابا، این چه حرفیه؟ خب حسودیم شد دیگه. بعدش هم فکر کردم اونم نوه شماست. پسر عموی بچه های منم هست، از یه خونن و اینکه یه فامیلی دارن، از یه طرف خواهر برادر میشن. برای همین
یعنی اگه اجازه بدین میخوام که بچه هم پسرموشونو بشناسن. همش تقصیر دوستام شد خاله نادیده. گولم زدن، هی گفتن بخور. خیلی ضایع شد. دیگه نمیخورم. نه نکن دیگه، بچسب درست. آقا برهان بخشیدت؟ آره بخشید. مگه میشه نبخشه؟ بابام آدم بزرگیه. ما هم از خواب افتادیم. راننده تاکسی همه جا رو گذاشت رو سرش نصف شبی. صبح بخیر بابا. صبح بخیر. نعمت بفرمایین آقا برهان. صابونه حاضره؟ بله که حاضره. سوسیس نیمروی من زیاد باشه با عطیه. چشم. برای تو چطوری باشه عروس خانم ها؟ میتونی سوسیس بخوری ها؟ نه بابا، یکم میخورم. یک. پس دخترها کجا؟ الان میان. بفرمایی. نه هنوز نرفتیم، منتظر توییم. زود باش بیا دیگه. نه نمیخواد کرم. ناز نکن بابا، کارین یکی از دوستای آمریکایی شم آورده. بلند شو بیا. خوبه، خیلی خوبه. بهتون خوش بگذاره. ای وای از دست تو پسر، خیلی دختر نازیه، حرف زدنش خیلی بامزه است. بیا اونور جان، برو پسرم برو، به خاطر من نمون. برو با دوستات وقت بگذرون. این چه حرفی مامان؟ اگه بخوام برم میرم دیگه. معلومه، ولی من به خاطر تو گفتم. باز مامان فریده داره تیکه میندازه. چیزی نیست، ول کن. شما خوش بگذرونید. خیلی خوب، خودت میدونی داداش. مامان، من به زور نمیمونم تو خونه. خودم دوست دارم میمونم. خواهشاً برای همینم یه جوری رفتار نکن که انگار فکرم جای دیگه است. میدونم پسرم، ولی تو جوونی، مثل من که نیستی. فقط یه روز تعطیل داری، اونم ماما، اینجوری. من از کنار تو بودن راضیم. تازه ببین چایمونم سر شد. حالا یه چای دیگه میخوام. حتما. زبون داشته باشی ولی بی زبون بمونی خیلی دردناکه. دوست داشته باشی ولی نتونی درد دلتو بهش بگی. قلبم پر شده از عشق، ولی کسی که دوستش دارم از من نگاهشو دریغ میکنه، چون که من قلب معشوقمو رنجوندم. برای اینکه بتونم اون شب سیاه از ذهنش پاک کنم، تمام ثروتمو میدم.
از همتون تشکر میکنم دوستان. جلسه مفیدی بود. مسئله دیگه نیست؟ جشن سال نو رو نگفتیم. راستی سال نو رو این جمعه جشن میگیریم. راستی تفریح نامحدود. عشق حالم آزاد. پس عالی میشه. راستی دوستان برای جشن اول سال پرسنل میتونن بچه‌هاشون هم بیارن. شما هم به بقیه دوستاتون هم بگین. بچه‌های ما که نمیان، اندازه خودمونن. من که بچه ندارم، فکر نمی کنم بتونم بیام. اصلا نمیتونی بیایی لونت، متاسفم. امسال اونایی که بچه ندارن و راه نمیدی مهمونه. طبعا به جز ما. پس فقط داداش یالچینه که میتونه بیاد. ما که بچه نداریم پاشیم بیاییم. من دارم. بعد از ظهر هستی دیگه. خوبه میام. باشه میبینمت. تو میدونستی شهرزاد بچه داره؟ پس چرا ما نمیدونستیم؟ چرا به کسی نگفته؟ خب چی کار باید میکرد؟ اعلامیه چاپ میکرد که بچه داره، حتما لزومی ندیده. ولی عجیبه. چیش عجیبه؟ این که بچه داره؟ قبل از این مدیرای عزیزمون ترجیح نمیدادن آدم بچه دار اینجا کار کنه. یعنی چی شده؟ قوانین مجموعه بینیاپی خیلی محکمه. معلومه که وقت بازنگریش رسیده. به نظر من که خیلی هم خوبه. اگه قرار بود بازنگریشه میشه بگید گناه نامزد من چی بود داداش یالچین؟ آیشه این چه ربطی به موضوع داره؟ من نفهمیدم. ربطی نداره بنور. مگه چون زوجا نمیتونستن اینجا کار کنن ارهان مجبور نشد بره؟ حالا چیزی نشده آشن جان. اون یه چیزه این یه چیزه. والا به نظر من که یکیه. قانون قانونه. به اون که میرسه بازنگری میشه، به ما که میرسه ممنون. بفرمایید. حالا ولش کن، غذاتونو بخورید. مثل این که حرف میزدیم مزاحم شدن. نه بابا غیبتتو میکردیم. تازه فهمیدیم که بچه داری. داشتیم راجع به اون حرف میزدیم. اگه میدونستم اینقدر کنجکاوی به تو مخصوصا خبر میدادم آیشه. نه اصلا کنجکاو نبودم. شهرزاد بچه چند سالشه؟ 5. وای عزیزم خدا نگهش داری. ممنون. همسر چی کار از شهرزاد؟ اونم مثل تو معماره؟ معمار بود داداش یالچی. پسرم که 1 سالش بود تو تصادف از دست دادیمش. ای بابا خیلی ناراحت شدم. انشالله سرت سلامت باشه دخترم. ممنونم. تقدیر بدیه دیگه، چه میشه کرد؟ زندگی ادامه داره. آره نه. جولیکا داره ازدواج میکنه. با کی؟ چه میدونم. از کاریم بپرس. با یه پسر آمریکایی. بعد از ساعت دیده داشت. مگه جولیکا میتونه تو کره زمین آدمی مثل کرم پیدا کنه؟ ممکن نیست. بی خیالشه بابا. ناراحت شدم. جولیکا عشق بزرگت بود. چرا ناراحت میشی؟ جولیکای من خیلی وقت به تاریخ پیوسته. چطور مگه؟ چرا تعجب کردی؟ قلب آدم خالی نمیمونه، سری پر میشه. این یعنی چی؟ یعنی عاشق شدی؟ نمیدونم. اگه هنوزم نباشم بدجوری نزدیکشم. یعنی دارم میافتم تو عشق. کی هست؟ ولش کن. میخواستم ملافه ها رو عوض کنم. تو داری چی کار میکنی ها؟ چطور بدون در زدن وارد اتاق من میشی؟ زدم اما نشنیدی. ساکت شو. جواب نده برو بیرون. ببخشید ولی ملافه ها هنوز داره حرف میزنه. بی تربیت پر رو. خب خانوما بازم آخر سال شد.
شهرزاد عادتهای سال جدید ما رو نمیدونه نور حیات خانم. اسم کارکنان مجموعه بینیاپی تو این جعبه است. از اینجا یه اسم میکشیم، بعد برای اسم برنده یه کادو میخریم. کسی هم که اسم منو بکشه بیرون باید برای من بخره. دقیقاً. حتما الان تو همه شرکت‌ها این کارو احتمالاً. اول شما میکشین؟ فرقی نداره، من میکشم. ببینیم کی در میاد. بفرمایید. نور حیات خانم من نمیام، میشه نکشم؟ چرا؟ نمیشه، مگه تو کارمند بینیاپی نیستی؟ درسته. متشکریم. خواهش میکنم، شبتون بخیر. دستتون درد نکنه. به نور، من کادومو میدم به تو، تو میدی به طرف مقابلم. باشه عزیزم. نه خیر عزیزم، نمیشه. ولی من نمیتونم بیام. آخه چرا؟ چون که مهمونی جمعه شبه، منم جمعه شب دارم میرم پیش خالم آنکارا. شهرزاد جونم، نمیشه شنبه بری؟ یعنی یه روز بعدش؟ وای حالا چه جمعه شب بری چه شنبه صبح، چه فرقی داره؟ امکان نداره بذارم جلوی بقیه، درست نیست. نمیخوای ببینیم کیا رو کشیدی؟ باشه ببینیم.